جوونی اجلش رسیده بود، هر کاری میکردن سکرات مرگ بهش فشار میآمد، چشمش اینطوری سرخ میشد، جانش بالا نمیآمد، روحش در نمیآمد. خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید که مادرش نفرینش کرده. مادرش طلبید، گفت مادر این پسر تویه؟ گفت بله. گفت حلالش بکن، ببخشش آخر عمری تا روحش در بیاد، تا زجر نکشه. گفت نمیتونم حلالش بکنم، اونقدر به من بی احترامی کرده که حدی نداره، اصلا از دلم در نمیاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم باش صحبت نکرد با پیرزن، دستور داد هیزم بیارید. هیزم آوردن، گفتن آتش بزنید، آتش زدن. پیرزن حالا مات شده بود، آتش برای چی؟ هیزم برای چی؟ بعد دستور داد که حالا نگاه میکنه پیرزن، مادر من، دست این جوان رو بلند بکنید بندازید تو این آتش. صحابه دویدن به طرف جوان که بلندش بکنن تو آتش بذارن. پیرزن گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت تو حلالش نکردی، نبخشیدش، اگر تو حلالش نکنی روز قیامت باید تو جهنم بسوزه. اینجا بود که مادر یک پارچه خودش فراموش کرد و محبت مادری گل کرد، دوید همینجور بچه‌ش تو آغوش گرفت و نوازش کرد و حلالش کرد. عاطفه مادر چقدره؟ تا حلالش کرد روح پسرش هم بالا آمد. گذشت مادر چقدره، محبت مادر چقدره، شفقت مادر چقدره.